اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. محترم شیخ حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن با شماری از شهروندان ولایات مختلف کشور دیدار کرد و برای حل مشکلات با آنان بحث و گفتگو نمود. الحاج مولا محمد عباس اخوند وزیر دولت در امور حوادث طبیعی با نماینده ویژه بنیاد آقاخان آقای علی اکبر پسنانی ملاقات نمود. دهمین نشست رؤسای مرکزی وزارت معارف بر رهبری معین تعلیم و تربیه آن وزارت الحاج مولوی سخاوالله سعید برگزار شد. پلیس حوزه دهم امنیتی قماندانی امنیه کابل یک سارق را با 150,000 افغانی دستگیر کرد. این مجرم از یک شهروند 150,000 افغانی سرقت کرده بود که بعد از اطلاع به منصوبون پلیس همراه با پول سرقت شده ایشان دستگیر گردید. وزارت دولت در امور حوادث طبیعی میگوید در ولایت ننگرهار بسته‌های بهداشتی یا حفظ الصحه به 143 خانواده از سوی ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ننگرهار توزیع گردید. شرکت برشنا میگوید با تلاش جدی کارمندان شرکت برشنا در ولایت بلخ و سمنگان برق ترکمنستان به حالت عادی و منظم بازگشته است. وزارت مالیه میگوید روند ثبت و محصول موترهای یکیری در گمرک کابل به سرعت ادامه دارد. سرپرست وزارت صحت عامه آقای دکتر قلندر عباد با رئیس ریاست اکمال تخصص و با ترینر متخصصین شفاخانه‌های مختلف و تخصصی در مورد معیاری سازی برنامه تخصصی و موانع موجود در مقابل آن جلسه نمود. مولوی عطاءالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در جریان سفر کاری خویش به ولایت سمنگان با شماری از دهاقین مرکز و ولسوالی‌های آن ولایت دیدار نمود. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء گزارش فعالیت‌ها و دستاوردهای یک هفته گذشته را به گونه ویدئویی منتشر نمود.